عابدی را دوزخش انداختند، هرچه فریادش جوابش را نمی پرداختند. داد میزد خوانده ام 70 سال هر شب نماز، پس چه شد اینک ثواب آن همه راز و نیاز. یک ندا آمد چرا تهمت زدی همسایه‌ات، تا شود این گونه حالت این جهنم خانه‌ات. گفت من در طول عمرم گر زدم یک تهمتی، ظلم باشد زان بسوزم، ای خدا کن رحمتی. آن ندا گفتا همان کس که زدی تهمت بر او، طفلکی 70 سال جمع کرده بودش آبرو. اگه نمیتونی جلوی زبونتو بگیری و غیبت و بدگویی مردمو نکنی، اگه نمیتونی تهمت نزنی، زخم زبون نزنی، پس زحمت نماز و روزه رو به خودت نده، چون خداوند خودش فرموده که من شاید از حق خودم بگذرم ولی از حق بنده هام نمیگذرم.